در طبیعت همه چی در حال تغییره. شما به جنگل نگاه میکنی، به درختان نگاه میکنی، دائم دارن تغییر میکنن، فصول مختلف، سبز، زرد، شکوفه میدن. حیوانات رو میبینیم بچه‌ها که دائم در حال تغییرن، در حال مهاجرتن، در حال لانه‌سازی‌ان، در حال تولید مثل و زاد و ولدن. من تعجب میکنم چجوری یک انسان میتونه سالها یه جور بمونه بدون تغییر بمونه. مگه میشه طرف یه تفکری رو صدها سال قبل، نمیدونم دهها سال قبل، سالها قبل، تو همه موضوعات اقتصادی، موضوعات روابط اجتماعی، طرف به همون سبک و سیاق داره میره. خدا مطالعه کن، خودتو تغییر بده، خودتو ارتقا بده. شما یه نرم افزار نصب میکنی، هر چند وقت میبینی که باید آپدیتش کنی، به روز رسانی بکنی، ارتقا بدی. چرا؟ چون پیشرفته تر میشه، نیازهای بیشتری رو از انسان رفع میکنه. اون وقت چجوری ما خودمون رو تغییر ندیم؟ سالها به یک روش باشیم، بدون مطالعه، بدون پیشرفت کردن و مهمتر از همه تجربیات جدید. خیلی ما دیدیم که دانشمندان میگن آقا با دست چپ مثلا مسواک بزنید. چرا؟ چون بخش خاصی از مغز فعال میشه. یا اگر تا حالا موسیقی کار نکردید، برید از یه سنی موسیقی کار کنید یا زبان جدیدی یاد بگیرید. چون مغز انسان مثل عضله است. شما وقتی مدتی کار ازش نگیری، خب طبیعتا ضعیف میشه. طرف میره بدنسازی، باشگاه میره، دائم دمبل میزنه، دائم ورزش میکنه، خب عضله‌اش همچنان قوی میمونه. مغز ما همینه. یه سری داشته‌ها تو ذهن ماست ثابت، مثل آب راکت مونده، فیکس ثابت مونده. اما وقتی شما این رودخونه‌ای که تلاطم داره، دیگه هیچ وقت بوی مرداب و بوی بد ازش بالا نمیاد، چون دائم در جریانه. ذهن ما همینه، روح و روان ما همینه. نیو اکسپریانس یا تجربیات جدید خیلی خیلی مهمه. الان مثلا یکی از موضوعاتی که میگم برای جلوگیری از آلزایمر برای افراد میان سال یا اونایی که سن بالاتری دارن، میگن تجربیات جدید رو در زندگیتون به دست بیارید. برید یه زبان جدید یاد بگیرید. طرف مثلا در سن 55 سالگی 60 سالگی بره فرانسه یاد بگیره، یا یه سفری بره به صورت تور کوهنوردی که تا حالا انجام نمیداده، یه تجربه جدید به دست بیاره. پس الان فصل تا پاییز تمام شد، وارد فصل زمستان شدیم. ببینید طبیعت رو. خب اون وقت چجوری ما فیکس بمونیم، ثابت بمونیم؟ خداوند در قرآن میفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خیلی از ما میخوان در زندگیمون تغییر به وجود بیاد. آقا ما تا حالا مثلا ماهی 10 میلیون در میاریم، چرا نمیشه ماهی 50 میلیون، ماهی 30 میلیون؟ مثال. خب تو خودت چیکار کردی؟ آیا خودت در خودت تغییر ایجاد کردی؟ تا حالا مثلا میانگین نمراتت بوده 14 12 13، چرا نمیشه 17 18 19؟ آیا تو خودت حرکت کردی؟ نه. ما همیشه میخوایم یکی دیگه از آسمون نازل بشه، از یه جایی بیان برای ما تغییر ایجاد بکنه، زندگی ما رو متحول بکنه. علم ما، سواد ما، سلامتی ما، روح و روان ما، روابط اجتماعی ما، همه اینا بچه‌ها نیازمند مطالعه است، نیازمند دانشه. knowledge، دانش. خب الان خیلی میبینید شغل‌های اومده، مثلا ادمین اینستاگرامه، خودش نشسته یه حقوق میگیره. خیلی از ماها بلد نیستیم ادمین یه پیجی باشیم، اما یه فردی علمشو داره،
مهارتشو بلده، منبع درآمدی شده براش. پس با رشد علم و فناوری ما نیاز داریم که به روز بشیم، با سواد بشیم، کتاب‌های جدید بخونیم. امیدوارم که موفق باشید و با تلاش و کوششتون، با زحمتی که به خودتون میدید، با دوری از تنپروری، چیزی که هممون گرفتار شدیم، انشاءالله موفق باشید و روزهای بهتری رو براتون آرزو می‌کنم.